طی چند روز است که کارمندان مرکز نظارت دولتی سانیتری اپیدمیولوژی ناحیه شهرنو در نقطه خوراک عموم، آشخانه، نانپزخانه، نقطه‌های سودا، داروخانه، مؤسسه‌های تعلیمی، نقطه‌های صنعتی، مغازه و آشخانه‌های بازار مرکزی ناحیه ریزهای مشترک می‌گذرانند. در همه مؤسسه‌های طبابتی و پروفیلاکتیکی ناحیه متخصصان ساحه سنجش سانیتری و اپیدمیولوژی گزارده، همچنین عاید به نگهداری محصولات خوراک، اجرای کمبودهای جای داشته به شخصان مسئول امرنامه و آگاهینامه داده شد. از طرف متخصصان مرکز نظارت دولتی اپیدمیولوژی در 418 ابیکت‌هایی که در ساحه گوناگون، هم ساحه گیگینه خوراک، هم ساحه گیگینه مهنت، هم ساحه گیگینه کودکان و نورسان همه جانبه سنجش‌ها پرزور کرده شد. در سنجش‌ها اساساً ما یکجایگی با کارمندان شعبه کارهای داخلی ناحیه، پروکراتورای ناحیه، متخصصان تاجیکستان در یکجای حرکت کردیم. همین را باید قید نمایم که در 3 ماه اول سال جاری در 187 ابیکت‌ها سنجش‌های هم نقشه‌ای و هم غیر نقشه‌ای گذرانده شد. در نتیجه سنجش‌های گذرانده شده در 3 ماه اول سال جاری نسبت 129 نفر شخصان حقوقی واقعی پروتکل‌های عاید ویران نمودن قاعده و معیارهای سانیتری ترتیب داده شده، نسبت قانون شکنی‌ها قرارهای دیرکتور مرکز نظارت دولتی سانیتری اپیدمیولوژی برآورده شد و جریمه‌ها بسته شدند. محتوای پیام سرور دولت که تحلیل عمیق دستاوردهای دوران استقلال کشور و برنامه مکمل فعالیت برای تمام قشرهای جامعه تاجیکستان بود، برای کارمندان ساحه تندرستی ناحیه شهرنو نیز دستوری عمل گشت. بلندبرداشتن سطح خدمترسانی مؤسسه‌های طبابتی یکی از وظیفه‌های مهم است که مسئولیت کارمندان ساحه را دوچند می‌گرداند. دستور سپارش های جناب عالی را سر مشق کار فعالیت خود میدانه و وابسته به دستور سپارش های جناب عالی کوشش به خرج میدیم که هرچی بیشتر سطح بهبودی ساحه تندرستی را بهتر سازیم و بلندناکی، معرفتناکی زنان جامعه را بلند برداریم و بهر بهتر گرداندن کمک اولیه طبی کوشش خود را به خرج می‌دهیم. در اساس نقشه و چاره‌بینی‌هایی که برای ادامه سال جاری طرح‌ریزی شده است، مؤسسه نظارت دولتی سانیتری اپیدمیولوژی ناحیه شهرنو چنین سنجش‌ها را در نقطه‌های خوراک عموم، نقطه‌های سودا و در بازارهای مرکزی ناحیه می‌گذراند. انجام فعالیت پیوسته متخصصان ساحه از یک طرف جهت سلامتی اهالی روانه شده باشد، از دیگر جانب مسئولیت صاحب ملکان و صاحبکاران را دوچند می‌گرداند.